یعنی من تکی این همه آدم رو بدبخت کردم؟ قیمت شیشه 200 میلیون رسیده به 30 میلیون. یعنی چی؟ یعنی وقتی تولید زیاد میشه قیمت میاد پایین. قیمت بیاد پایین دسترسی آسون میشه. دسترسی آسون بشه آدم‌ها یا بیشتر مصرف میکنن یا شروع میکنن به مصرف. من نبودم هیچ کدوم این اتفاقا نمیافتاد. همین چند ماهی که تو یه نفر دستگیر شدی قیمت شیشه از 30 میلیون رسیده به 85 میلیون. دوباره فردا یکی دیگه میاد آشپزخونه میزنه میشه 30 میلیون. جمعش که نمیتونید بکنید. شما نگران نباش. دونه دونه میان همجایی که شما نیستید. شما اجازه داده بابت خدای بچگی دیگه ملتی رو بدبخت کنی؟ داش بزرگم پول نداشتیم واسش کلیه بخریم. افتاد مرد. رفتیم واسش کفن خریدیم متری 6.5. مغازه بغلیش پارچه لباس مشکی مادرم خریدیم متری 4 تومن. کی گفته ما همیشه باید تحمل کنیم؟ پسر جان آخه این چه توجیه بچگانه یعنی هر کی مصیبتی داشته باشه باید بره شیشه تولید کنه. تا حالا یه نفر رو دیدین از بچگیش بشه بابای 10 نفر بزرگتر از خودش؟ 7 نفر خودمون بودیم، 4 تا بچه خواهر برادرم افتادن گردن ما. 11 نفری جمع شده بودیم توی خونه 80 متری نم کشیده تای کوچه تنگی که بنا بازسازیش نمی‌کرد، میگفت خاکش مرده. لباسشویی خریدم 3 ماهه زیرش پوسید بالاش زنگ زد. اون وقت کیه که ببینه چه بلایی داره سر استخونای پدر مادر من میاره اون رطوبت؟ واجب پرونده توضیح داری بنویس امضا کن، نداری پاشو برو. من گوشم از این حرف بره. بمیرم برای گوشاتون. خب اون دفعه وقتی آزاد شدی چرا ول نکردی؟ تو که هم پول داشتی همین مشکلاتو نداشتی. چشم سیر نمیشد. حاج آقا من دستمو زدم برگشتم. مرگ و زندگیم هیچ فرقی به عالم نمیکنه. چون من با 5 سال خراف یه جوری زندگی کردم که شاه نکرد. من از دنیا هیچی نمیخوام. فکر مرگ و قبر و هرچی هم شما بگین کردم. ترسم هم ریخته ولی فکر اینجاشو نمیکردی نه؟ این یه کارو با من نکن. من با شما خصومت شخصی دارم. طرف حسابتون منم، با خانواده‌ام چی کار دارین؟ هر چیزی که ثابت بشه تو پولشو دادی مصادره است. از ماشین برادرت گرفته تا طلای مادرت تا اون خونه که توش زندگی میکنن. لیست کاملش هم به وکیل اعلام میشه. سلام جان. ببرش. ببین همه رو بگیر ولی با اون خونه کاری نداشته باش. پایین شهر نشستن جنبه میخواد که خانواده من ندارن. یه لحظه وایسا. بابا من اون بچه‌ها رو فرستادم کانادا، یادشون بره باباشون چرا مرد. الان پولاشون مصادرهشه برگردن برن همون جایی که من بزرگ شدم. خب چی میشن؟ میشه یکی بدتر از من تازه شرارت از سرشون انداختم، تازه عادتشون دادم به درس و مشق، تازه فهمیدن نباید به خاطر چش تو چش با کله بزنن تو دماغ مردم.